یه مرتبه کشتش انجام میده، صنعتش تولید میکنه، یه مرتبه ما شب میخوابیم صبح بلند میشیم میگیم صادرات ممنوع. سیب اتفاق افتاد، پرتقال اتفاق افتاد، سیب زمینی اتفاق افتاد، ممکنه امروز به حالا پیاز میگن هر چی. ما نگاه کنید اینا خلاف برنامه است، در برنامه روشن و مشخصه. و بعد جالبه آقای رئیس جمهور هم مدافع بحث برنامه است، خود جناب عالی هم تو جلسه بودین. خب آخر برنامه اینه، مجلس این رو میگه، رئیس جمهور این رو میگه، تو سیستم چه کسی خیره یه حرف میزنه و اجرا میکنه؟ خب پرتقال فروش رو پیداش کنیم. ما واقعا اینجاها رو محکم ایستادیم که این اتفاق نیفته. ما یک بحثی در ماده 118 ماده 119 و ماده 120 دقیقاً مجلس و دولت منسجم با هم، محوریتش هم جناب عالی آقای پور محمدی در سازمان برنامه هستین، آقای تاجگردون در کمیسیون برنامه بودجه ما و هر کدوم از این بخش تخصصی در کمیسیون‌های مربوطه. من اینجا نام میبرم به طور روشن، الان کمیسیون انرژی ما، کمیته مربوط به ناترازی فعالانه داره این موضوع رو دنبال میکنه. دیروز هم در جلسه شما حضور پیدا کردن، کمک هم اونجا دارن میکنن. ما باید این رو دقیقاً در مجلس منسجم دنبال کنیم.